خب بچه جون، قرار اولین سفر تو تجربه کنی. حواست باشه از راهی که میگن بری. 5-6 سال طول میکشه ولی بالاخره میرسیم. اگه جون بخوری یه چمدون دوز میاد و میبرت تو، چرخاتو در میاره و میشی یه چمدون بچه گم شده بدبخت بیچرخ. ما ویزا نداریم، ما ویزا نداریم. بابا نمیخوام بیام. ما ویزا نداریم، ما ویزا نداریم، ما ویزا نداریم. پرسی کانادا. جوونی خوبی. صدای چی بود؟ بچه الان باید چی کار کنم؟ بپرم؟ یا پیریم وای خدا، این اتاقه چیه دیگه؟ چی میگه این بچه؟ دستم بالا آره دستت بالا که نیست. یادی میده